سلام دوستان، به کانال پرژن هریتیج چنل خوش آمدید. امروز با هم سفری به قلب تاریخ و فرهنگ ایران آغاز می کنیم، جایی که ریشه های یک تمدن بزرگ هنوز نفس می کشد. این سفر نه فقط درباره گذشته است، بلکه درباره هویتی است که ما را به هم متصل می کند. آماده اید؟ پس با من همراه شوید. تصور کنید در دشت‌های وسیع ایران حدود 2500 سال پیش کوروش بزرگ ایستاده است. او بنیانگذار امپراتوری هخامنشی بود، اما نه فقط با شمشیر، بلکه با ایده‌هایی که جهان را تغییر داد. او اولین اعلامیه حقوق بشر را نوشت، سندی که به همه انسان‌ها بدون توجه به نژاد یا دین احترام می‌گذاشت. تخت جمشید که هنوز هم در میان سنگ‌ها فریاد می‌زند، شاهدی بر این عظمت است. ستونهای بلندش، حکاکی‌های ظریفش، همه نشان دهنده هنر و قدرت یک ملت هستند. اما تاریخ ایران فقط به اینجا ختم نمی شود. از جاده ابریشم که پارچه‌های ابریشمی و دانش رو به جهان می برد تا شاعرانی مثل فردوسی که با شاهنامه زبان پارسی را زنده نگه داشت، هر گوشه از این سرزمین داستانی دارد. آیا می دانستید که ابن سینا، پزشک و فیلسوف بزرگ، کتاب‌هایی نوشت که هنوز در دانشگاه‌های جهان تدریس می شود؟ اینها بخشی از میراثی است که به ما تعلق دارد. حالا لحظه‌ای به طبیعت ایران نگاه کنیم. کوه دماوند، بلندترین قله این سرزمین، مثل نگهبان تاریخ ایستاده است. کویرالوت با سکوتش رازهای قدیمی را نگه داشته و باغ‌های شیراز با گل‌هایش شاعران را شیفته کرده. این تنوع از جنگل‌های شمال تا سواحل خلیج پارسی نشان دهنده زندگی و خلاقیتی است که در رگ‌های هر ایرانی جریان دارد. این سرزمین با همه سختی‌ها همیشه زیبایی و استقامت خود را حفظ کرده. دوستان، این کانال قرار است داستان‌های بیشتری از این میراث بی‌نظیر روایت کند. از قهرمانان ناشناخته تا دستاوردهای علمی، از موسیقی سنتی تا معماری خیراندنده. هدف ما این است که با هر ویدیو غرور و عشق به این سرزمین را در دلمان زنده کنیم. پس اگر این سفر برایتان جذاب بود، لطفاً دکمه اشتراک را بزنید و ما را به دوستانتان معرفی کنید. نظرتان چیست؟ کدام بخش از تاریخ ایران برایتان جالب است؟ در کامنت ها به ما بگویید. تا دیدار بعدی، نگهبان میراث پارسی باشید. خدا حافظ.